یک قسمت با این طرف، قسمی دیگر با اون طرف. رفتیم با این طرف. Alperen. 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 این طرف. اینجا کسی هست. این آدم زخمی است. زود یاری تجلیل رو جزنید. مرکز زود به اینجا یاری تجلیل رو روان کنید. یک نفر زخمی است. آلپرن در کجا باشه؟ باره آخر میگویم برو سرته. خودت میدانی که این کارت نادرست است. هیچ کس حق ندارد که این را از من طلب کند. این خیلی باشد گناه از گردن من سال. برای تو را پراندنم در آینده از من مینه‌دار خواهی شد. حالا همین خیلی هر کاری که خواهد کردن گرید، لیکن من این پلید را از دست نخواهم داد. یکی دیستا که میداند سراغ آلپرن را درست گفته است یا نه؟ التماس از من طلب نکنید. من دیگر نمیتوانم. آهسته احتیاط کنید. یکیت با تو میگم صبر کن. سردارم تیر از کمان جست. سردار عجیب جواب نمیدهد. زود خبر دادن اما لازم. کجایی آلپرن کجایی؟ گوش کن. با این زن شاید درباره آلپرن خبری دادنش میکنه. تا انیق کردنم صبر کن. به خاطر آلپرن. باشد سردارم. تنها به خاطر آلپرن. مرحمت جواب دهید. مجبورم انتظار شوم. الو؟ سردار جای گفته‌تان رو دیدیم. دکتر رو پیدا کردیم. زخمش وزدین است. آلپرن رو چی؟ متاسفانه در اینجا نیست سردار. چه نیست؟ در آنجا باید باشد. همه جایها رو خوب نگاه کنید. گفتیم سردار لیکن نیست. حاضر با بچه ها جنگل رو میکوبیم. همه جا رو بینید. تگ هر یک سنگ رو بینید. در کجای نباشد پسرم رو یابید. برو یابید. بسیار دور نرفته است. بیایید بچه ها میرویم. اطاعت سردار. این آدم با ما دروغ گفت. در آنجای گفته‌اش آلپرن رو پیدا نکردم. سلاحات رو پایان کن. دروغ میگوید. برای که من او را نکشم دروغ میگوید. برای جزا نگرفتن و از کار رانده نشدنم دروغ میگوید. اگر خواهی خودت گپ زن. در استخوان تنها دکتر رو پیدا کردم. البته نمی‌آورند. چی انتظاری؟ کش مرا. تو خب شد لعنتی گپ نزن. آلپرن در کجاست بگو. سردار حالا که او یگان خطاگی نکرده است گوی سلاحش را گیرد وگرنه پسرت را نمی‌یابی. بگید سلاح رو گیره کن. سردارم نزدیک نشوید. التماس من این لعین را میکشم. میدانم که به خاطر آلپرن این کار رو نمیکنی. بیا سلاح را ته. با من ده. زیق نشو. همش خوب میشود. چی شد فرشته مرگ؟ پرو بالات شکست. تو کیمشی لعنتی جاغ نزن. با تو حساب من حالا برابر نشده است. قاتل نهایت عجلی تو در دستی من است. لعنتی قاتل. یگید سردارم این ناکس حلیمه را کشت. وجودم میسوزد سردارم. همش از برای من شد. از برای من سردارم. اینقدر خودت را نخو. او بیریخته را بر نمیگردانی. عقل برای همین روزها لازم نیست مگه؟ سردارم با این زخم دل مگر در انسان عقل میماند؟ خودت را به دست گیر. با خود را هلاک کردن حلیمه را بر نمیگردانی. بچه ها همه جا رو نگاه کنید. دقت کنید. آلپرن کجایی آلپرن؟ و همه جا نگاه کنید بچه ها. آلپرن
Alperen! Alperen! Kani to? İşte her yer daraftu bir taraf kovbelden Çolo beşuna bir Alperen! Alperen samanlı. Alperen! Alperen. Alperen. Alperen! هنوز هم یگون خبر نیست بزرگ میابم میگوید میابند البته میابند غم نخورید هنرپا باز کمی دیگر صبر کنید آقای نجیب البته زنگ میزنند من برادرم رو خیلی یاد کردم یا بندو رو انا انیق آقای نجیب الو نجیب با چی مشغولت؟ مشغولیم گوشمون در تلفن است انتظار خبری تو هستیم یافتید همین طوری نجیب چرا خاموشی یگون چیز گوی یا که الپرین طاقت کن فقط برای الپرین را یافتنمان وقت لازم است چه خیلی وقت میگویی مگر اینقدر وقت نگذشت باز چقدر انتظار میشود نجیب کودک هستم مگر دروغ میگویی حاضر میابیم بدتر میابیم آقا بس کنید آروم شوید هنرپا نجیب تو از من چیزی رو پنهان میکنی التماس راستش رو بگو با پسرمون چیزی شده است تو با من نمیگویی همین طور نه نجیب یگون سخن خوب بگو از کجا میابی این سخنها را مرا گوش کن گوش نمیکنم دیگر وقت گوش نمیکنم این آدم جای الپرین را میداند دیر شود هم میفهمی اگر با پسرم یگون چیز شده باشد اگر با پسرم یا آجا الو زنک خوب هستی؟ آقای نجیب هنرپا از خوش اینش باز نمیرسید شما با او باشید آمدن من غیر امکان است در اینجا هر یک ثانیه غنیمت خوب فهمیدم نجیب آقا با شما زنگ میزنم هنرپا خدایا التماس مدد رسون ساق و سلامت پسرم را یابم الپرین هنرپا آجا جان التماس چشم من رو کشو با خود بیایید اپا الپرین بیا جناب تونچر به اینجا باید عادت کنی چون که زود آمدنت لازم می شود من عادت کردن نمیتوانم فهمیدی میجازم نمیبردارد این زولانه تو در دستم زیاد نمیستد اینطور باشد به دهانت زولانه می بندم برید اطاعت سر کمیسر کنیم اشترا خوب بیا رفتیم باجم چی شد التماس رو با او شوره چه ها میگوی نوربانو چرا فکر بد میکنی با مادرت هیچ چیز نمیشود آروم شو نوربانو از غم همین خیلی میشود بسیار وحیمه نکن اول برادرم بعد مادرم نوربانو بس کن گفتم این از گپا رو نزن نوربانو آروم شو همش خوب میشه نوربانو با کی گفتم نوربانو حتما با پدرم هم یگون چیز میشود بگس و تنها میمونم بس خواهرکم همش گذشت انا نگاه کن مادرت به خود میآید انا آجا چی شد چرا دمای سرم استید خوب استید همه رو ترسوند خوبم آجا جان خیلی ترسیدم دخترم تنها بیهوش شدم چرا گریه میکنی گریه نکن خیر بیچاره چیکار کند هر روز یک حادثه نو عصبای او نیز خراب شدند آجا گوش کن تونچر دو راه داری یا چیزی که میدانی به ما میگویی یا ما مجبور میشیم که برای هر دمون این راهی با عقلانه است یا این که زده نه
این کارها لازم نیست. ما زوری را استفاده نمیبریم. اکنون اصولهای نو پیدا شده است که به موی سرت آسیب نرسانده خودت گپ میزنی، اما کمی وقت رو میگیرد. بنابراین گپ زن. گپ درباره حیات یک کودک میرود. وقت رو نگیر. گپ زن. آلپرین در کجاست؟ سردارم، او را به من بگذارید. با او با زبان دوست داشته خودش گپ میزنم. میبینید چخیل به گپ میدراید. حتی چارمزهایی در کودکی دزدیده‌اش را نقل میکند. لعین ابله. بگید. در این صورت فرق ما او نمیماند. توی رو میفهمی یا نه؟ سردار راست میگوید به تجربه. حرامی. بگید. شرط دارم. اگر جواب دهید میگویم. چی؟ البته کمی پول لازم. باز چی؟ چپتای تیاره مهمان خانه هم فرمایه. البته 5 ستارگی باشد. اتاق شاهانه. اگر من این خیل خرید و فروش کنم پس بین من و تو چی فرق میماند؟ بی عقل. من آدمی هستم که قانون را ویران کنم؟ حتی اگر حیات پسرم هم در خطر باشد و مثل تو بر این حرامی ها خرید و فروش نمی کنم. درا. سردار دختر به خود آمد. گپ زد؟ بله. الپرین بندهای دختر را کشاده یاردم خواهی رفته است. دیگر از او یگان خبری نیست. سردارم، حبسخانه سلطان احمد را مهمانخانه کردند. به این جناب یک حجره شاهانه جدا کنه میگویم. اونجا پر بودگی سیگیت. بیرم پاشا را مهمانخانه میکردند. آنجا را یک بینیم. سردارم، اما بشره این دیوسیرت با مهمانان آنجا سازگار نمی آید. از همه خوبش او را با آدمان مشهور در یک حجره شاهانه جای کنیم. حجره شاهانه میزیبد. همه جنگل رو گفتیم سردار، لیکن نیفتیم. در جنگل نباشد حتما در همان جایها است. لیکن در کجا؟ دیههای اطراف را هم بینیم. شما امانده شدید. از شما دیگر خواهش کرده نمیتوانم. خدا راضی باشد از شما. چی ها میگوید سردارم؟ ما از شما میختیم که این وظیفه نه وقت دارد نه ساعت. زود دیهات اطراف رو میکوبیم. مثل که زمین پاره شد و با خود در آمد. در کجا باشد این کودک؟ نجیب دادا؟ کنی الپرین. و شما یک خبر خوش و یک ناخوش آوردم. تو حال خبر میاری نجیب؟ من خبر نمیخواهم، پسرم رو میخواهم. رفیق سردار، اول خبری خوش را شنیدن میخواهیم چون که به آن احتیاج داریم. خبر خوش این که پسرم اکنون در دست و یادم نیست. خدا رو شکر. او در کجاست؟ من همین را نمیدانیم. این خبر ناخوش. او را کشته به یگان چاه پرتافته باشد چی؟ این غیر امکان است هنر. وقتی که تونچر استخوان‌ها را ترک میکند الپرین دختر را کشاده و برای کمک بیرون برآمده است. در جنگلی کلون به سرش یگان بلا آمده باشد چی؟ بچه ها کوفت و کور را دوام میدیم. من هم میروم. من هم همراهی تو میروم. من هم میروم رفیق سردار. اپای هنر را تنها نمیگذارم. خوب با هم میرویم.
بچه‌ها شب درست گفتیم اکنون امیدمون با مردم همین شهر که خردکک است لازم باشد با همه یک به یک صحبت کنیم البته یگان نفر یاد دیده یا شنیدگی است برای کار اطاعت سرجان گفت کار رو دوام بدید رفتیم با این طرف ما با اون طرف چیکار میکنیم نجیب؟ چیکار میکنیم؟ میکوبیم دعا میکنیم که در اینجا باشد ما هم با رنا پرسیدنی اومدیم اگر یگان نشانه یابیم به شما خبر میرسانیم فهمو من هم یگان آویگری شاید خبر میرسانم عثمان به من نگاه کن لب بای بیبی چی شد؟ کمی یوریته به من این کی است؟ از کجا میدونم در جنگل مثل مرده میخوابید گرفته آوردم یاریده نه دخترم در اینجا هیچ وقت ندیدم تشکرم خب مایلش نخود یگون بنده خدا ندیده باشم گوید که دیدم به این طرف رفت به اون طرف رفت دیگر یگون امیدم نمانده است رم چی خال امید نمانده است تا تمام این شهرک رو نکوبیم امید هست بیاید رفتیم اپای هنر رفتیم گیر پسرم گیر پسرم نوش من در کجایم خلا؟ پسرم در جنگل بیهوش میخوابیدی گرفته آوردم جنگل دختر آدم از پایم می اومد او ما رو کشتن میخواهد آدم نیست هیچ کس نیست شیرت رو نش دادای من پلیس است من رو میکوبند من باید روم پسرم غم مخور حاضر رفته به نوزیر خبر میرسونیم تو خواب کن تو به خود بیایی دادای من پلیس است او را باید یابم آدم از پای من است خدایا این کودک را چرا شکنجه دادن عثمان لب بای بیبی جون بیا رفتیم تو بیدار شدنش به ناظر منطقه خبر دیم پسرم بیا رفتیم آرام شو مادرت در اینجا میخوابد به وای رسیده با نام او فخر خواهی کرد که مادرت شهید راه عدالت شده است خلا جان التماس زیق نشوید آب چشمتان رو تازه کنید اکا ما رو میبخشید اتوبوس انتظار است راهمون دراز است کودک را از من میگیرید این کودک یادگاری حلیمه است من او را پرستاری میکنم اکا این کودک حلیمه است مادرش از حلیمه سیر نشد مانید از نبیرش سیر شود التماس کودک رو دهید التماس او را از من نگیرید میدونم که جدا شدن نمیخواهید اما این زنک شوهرش رو از دست داده است دخترش رو به خاک سپارید در زندگیش تنها نبیره‌اش مانده است او را از نبیره‌اش محروم نکنید
این یتیم را اول به خدا بعداً به شما میسپارم. یگان دشواری یا احتیاج پیدا شود البته مراجعت کنید. من هم حتما فرزند شما هستم. خدا نگهبانتان باشد. نجیب یکون خبر هست؟ نه از شما چی؟ قریب که همه ساکنان شهرک را پرسیدم هیچ کس ندیده است. از این ها هم پرسیم چی؟ ایرانو چی میپرسی؟ نمیبینی احوالی زن رو؟ نو که بینیش رو با یک عذاب میبینه. گوش کنید اپا، من خبرنگار هستم. کی چی جواب میدهد معلوم نیست. سلام خاله جان. ما یک کودک را میکابیم، در همین جای گم کردیم. سوی جنگل رفت و دیگر نامد. شما رو ندیدید؟ پسرکی برابری همین در تن لباسهای تازه اروپایی دارد. چی؟ خاله جان عینک هم دارد؟ نه فقط از جنگل پیدا کردم و پشتم گرفته به خانه آوردم. به ناظری منطقه خبر میدهم. خدا از تو هزارها بار راضی باشد. به دسترسی تو هم رسند. پسری تو؟ بلی اسما. مادر مرا با آنجا ببر. نمیشود. من نزد ناظری منطقه میروم. هر کار شدنش ممکن. این جایها رو ناظری منطقه نظارت میکنند. از کجا میدونم شما کی هستید؟ مادر خواته نشم، من هم پلیس هستم. راحت باش. پلیس باشی میشود. این خیل باشد از پشتن بیایید. مادر بیا با ماشین رویم. تو را مانده نمیکنیم. رفتیم. خدا هزار بار شکر. آفرین به تو رانو. راحت بخواب عزیزم. ما آن رزیل را دستگیر کردیم. تو از جنت به ما نگاه میکنی. او باشد در جای پسترین در حبسخانه ها عذاب جهنم را میکشد. آرام بخواب. من باز می آیم. باز درد دل می کنیم. خیر حلیمه. از اونا میترسم. از اونا میترسم. دکتر طاقت کن. تو را از اینجا خلاص میکنم. دکتر طاقت کن. دکتر من در کجایم؟ در کجا؟ دادا آچه اینجا کجا باشد؟ اینجا کجا باشد؟ خونه همین است خاله. الپرین در اینجا سازید. گذارید. زنک تو پیش درو. انا در همین جا.
مادر در اینجا کسی نیست؟ آره طبق در جایش عثمان هم دیده بود از این استکان شیر خورده بود در همین جا بود. از کجا رفت؟ از کجا میدونم؟ من هم حیران شدم. شاید ترسیده گریخته باشد. خدایا از عقل بیگانه میشوم. انیق در همین جای ها است. سلام علیکم امک جان. و علیکم السلام بچه جان. امک جان کجا میروه؟ با کجایی که خواهی به همونجا میبرم. مرکز استانبول میروم. این خیلی باشد شین همراه میرویم. یا خودت تنها در اینجا چی کار میکنی؟ در راه میگویم امک. درگذر شین. درست است که حلیمه روحانو رو قصدن کشته. من یکی را کشتنی بودم. پشیمان نیستی؟ نه چرا پشیمان شوم؟ نوبتی تو هستی گید. البته جناب تز تز به زیارتت میروم. از رایلت من میشوم پروا نکن. البته یک روز میبرایم از پیت میشوم. پیشترا برای انتظار شو. برمیگردم. درو مرحمت. ابای کیروز هنوز هم خبر نیست. با فکرم الپرین رو نیفتند. به خدا نمیدونم. یگون فکری بد نکنم میگویم لیکن انا اومدم. چی شده با؟ پیدا نکرده باز گم کردیم. یعنی چی خیل خوبتر فهمونید و چند؟ رفتیم در داخل گپ میزنیم. شما از کجا می آیید؟ کودک رو با هوای تازه برآوردیم. دخترم چرا خانه رو تنها میگذارید؟ یگان کس اومدنش ممکن؟ برای غذای کودک با مغازه رفته بودیم. خوب هممون مونده شدیم. کمی دم باید گیریم. بعد یگون فکر میکنیم. بامزه در گوستنگی اینقدر بامزه بوده است. من کودک رو میخوابانم. گیره دپای کیروز. دادرم رو باز میدیده باشم. انشالله دخترم. اگر گفته وی زن درست باشد پسری من میداند کارش را. حس میکنم که به نزدیکی میابیم. میدونید به نظرم گویا که به مقصد خیلی نزدیک شده ایستاده ایم. امروز چی شد؟ با ما هم نقل کنید. خاموش شوید. در روزخانه کسی هست؟ نه اوجا کی می شود؟ Stop police!
Alperen? Lapay. Alperen? Sana bitti. Sana kral. Dahçı bin kayola sakitane. Güzel çorna. Dudaraka. Sara, çiçeğe çoma. Помощни ро. Buradan mı pisarım konuşu bedonu? Arayayım mı pisarı şehre? به فکرم همه در داخلند. به فکرم کسی نیست. سردارم. الپرن رو پیدا کردیم. از کجا پیدا کردید؟ ما رو در آسمان میکفتیم، اون در زمین بوده است. خوش آمده شیر بچه. اکایگید مرا میدیدی از او آدم هیچ نترسیدم. چیکار کرده میدونی؟ چیکار کردی؟ با چشمونش نگاه کرده گفتم که تونجر از تو نمیترسم. آفرین. اپای حلیمه کجاست؟ چی شد اکا؟ الپرین جان، اپای حلیمه اکنون با ما نیست. چرا؟ با کاری دیگر گذشت؟ مثل اینکه همین طور. سردارم، 2 دقیقه در باغچه گپ زنان کرده میتوانیم. اوجا وای تونجا راست کو و رویش توف کردم از من ترسی. کم داره وزن شب که با گپی تو باور کنم. تو با فکرم اون رو زدن امجام کردی. چرا شلوارت تر است؟ وای آب ریخت. کنی بینم آب است. اوچا این وای چی وای است؟ چی وای؟ وای پای نیست. آب چی میخنده؟ آب خوردن در بغلش ریخت. آب است چی میخنده؟ آب خورده و شلوارش ریزونده است. چرا با الپرن میخنده؟ این بسری هریم کودک میآید. عجایب است میخندند. بیا رفته شلوارت رو عوض میکنیم. بیا. شرم داشت. چی شد؟ سردارم، هر قدر که به شما تشکر گویم باز هم کم است. مرا از یک راهی خطا گرداندید. اگر وی رزیل را میکشتم البته به حبس خانه میرفتم. حلیمه را هم برگرداندن غیر امکان است. بعداً من هم از آنجا مثل آنها شده میبرآمدم. نه وقتت به جایش اومد. خوب حساب میکنیم که کمی ناز کردی و خلاص. وقت داروی همه چیز است. بس این سال من که رسیدی باز یگان یکی دیگر به تو هم ناز میکند. سردارم، صد شکر که الپرن را ساق و سلامت پیدا کردید. سردارم، اگر اجازت میدادید یک چند روز از این جایها دورتر میرفتم. خیلی خوب میشود. میبینم که احتیاج داری. پسرم فاتح را به شما امانت میگذارم. تو غمی او را نخور. به کجا میروی؟ نمیدانم، شاید به کوه به شکار روم. او دقت باش، کسی که به شکار میرود شکار میکند. تشویش نکشید، احتیاط میکنم. یگان رفتاری نادرست نمیکنم. در امان خدا. بیدار شدم دریا کلبان. تز گو ریختم. خوب
کردی پسرم ما هم تو را در آنجا میکفتیم بعد بر راه بر آمدم یک ماشین بارکش آمد ایستاد گفتم ایستاد اگر باز 2 دقیقه دیگر انتظار میشدید ما میرسیدیم آقا ویش رو هم ده جناب گوی جناب دادا پسرم تنها باشم بهتر می شود نجی چرا ماشینی مرا میزنی؟ زنک با ماشینی بزدگی سوار شدم چکار کنم؟ ببخش بیا من از شما دخترم نورمانو برادرت را بزن پسری مرا کسی با ماشین خودش حق ندارد زدن پسرم ماشین حالا میبینی وای تمام آه دادا چی خیلناست رفتیم سر خاموش شوید چی شد؟ در وقت گم شدن برادرت گریه میکردی دیگر هیچ وقت او را نمیرنجانم گفته اینقدر زود فراموش کردی؟ میلش دادا با چرخوفالک میرویم رفتیم بنابرای به هر دیش میشینیم اما اول چرخوفالک در بالای اسب چخل میشینن بینید و یاد گیرید دادای منظور ای بس اپارت از تو کلانتر است با جای تشکر گویی این خیل میکنی میلش رو جنگ نکنید من با کودک نمیشوم مانی جنجال آمازه اینجا رو بینید من در سین سالی تو بودم اما این لبوز چاه سوار نمیشدم یک خشیری سفید داشتم و خلاص البته اینجا شهر است هاپا از من بالای بالو سلام رسان احتیاط باش الپره میلا چوچه در آنجا یک اسبم بود سوار می شدم با او خوش پسرکم شکل بود است خوش با تو مقبول خیلی نه احتیاط کن بیاد من صورت گیرم بسیار نقصه
آفرین دادا جون باز یک گل دیگر دادا اکا به خدا بس بودگیست ای خانم سوختی مرگن زور بوده ای اوستا مرا پسر کور میگوید خیرت که کور بوده ای اگر که میدیدی چی کار میکردم نجیب کافیست گناه هست با ریسک آدم بازی نکن چرا با ریسکش بازی میکردم جانکم آدم جویش رو ساخته است ما هم پولش رو داده بازی میکنیم خدایا نشانچه خوب باشم چی گناه دارم ینگا گیرید برید شوهرتان رو بازیچه که در یک سال میدادم در 10 دقیقه همش رو گیرید دیگر به اینجا نبیا شده کنون همین قدر قربانو بیا میرویم برای کار استا بیا زودتر رویم دیر نمونه دادا یک چیز پرسم دایم در برای اونجایی که شما کلان شده اید نقل میکنید لیکن ما اونجا رو ندیده با خدا دادا ما اینجا رو ندیدیم مایلش پسرم میبرم برای چی نبرم ما رو با آنجا بره دخترم آذربای جایها دیگر شده است فرمه اسب ساختن از پیشترش نشونی نمونده است بابای سعیس هنوز اونجاست بچه ها رو نرنجان با همین بهانه بابای سعیس رو هم میبینیم مایلش این خیلی باشه دوستت میدارم دادا جانی عزیزم فهمیدی اپا دادا یکی میشود آیا که پیشت رو نگاه کن تو هم پیشی پایت را نگاه کن وقتی که راه میگردی خدایا آدم بی هم گناهکار است و هم زوری میکند مایلش برادر ببخشید بیایید آقای کبوتر در جای گفتتان هستم خب در اونجا یک ماشین سویدی امریکایی است دیدی؟ دیدم برون اکنون به سوی وی ماشین رو مایلش در پایان چرخ قفا کلید رو گذاشته ایم میبینی؟ کلید در دستم اکنون باغاش رو کشو
هست. چیزهای لازمی در سمکه است. چقدر که صحبت کردیم با کنسولگری حمله میکنید. مسئله این شب را فکر میکنیم اگر به شما سازگار باشد. بله جناب، میشود. حمله را از نام تشکیلات میکنید. خبرنگاران پلیس و دانم که تشکیلاتی ما کرده است. فهم آقای کبوتر. اینجا چه زیبا بوده است. الان رسیدیم. دادا اینجا در حقیقت هم زیبا بوده است. از رو بینیدن؟ بسیار زیبا است. اینجا از ما بود. پیش از سوختن انا در اینجا خانه بود. دادا بابایم همین قدر بای بود. این زمین ها از بایگری دیده یادگاری اجدادی هستند. چه روزهای عجیب گذراندیم در اینجا. وقت مثل آب گذشته می رود به خدا. دخترم به این خاکساری پدرت نگاه نکن. اولادی پدرت کهنه‌ترین اصیلزاده های استانبولند. بابای بابایش ناظری سری چابک سواران نجیب پاشا بود. انا اکنون فهمیدیم. بیایید بابای سیس یعقوب رو بینیم. اگر درم اینجا باشد او با شما همشون نکنم. شب در نوبتداری کنسولگری تنها یک پاسبان می شود. اولش شما از اینجا می روید. خودتان را نمایان نکنید. غم نخور جوره، در برفهمیزی پایم نمیماند. دوامش معلوم است. قیامت قایم می شود. چقدر مرگ و زخمی شود همانقدر خوب است. اکای برون، اگر دیگر پاسبان ها شوند چی؟ اگر نتوانیم چی؟ می توانید. برای مبارزه، برای آزادی می توانید. شاید می ترسی ازگور؟ چرا می ترسم؟ من جانم را فدا می کنم. رفتیم، نمایان نشده. مایل شکا، من با دانشگاه روم. در بوفت اعلاننامه میچسبم. رفتیم. خب، خوش باشید. ببخش کمی دیر کردم. کجا شدی مظفر؟ از بیمارخانه می آیم. کودکم باز بیمار شده است. پول هم ندارم. باز این غم به سرم آمد. می داشتم به خدا می دادم لیکن 5 تنگه هم ندارم. تشکر با تو. باز چیکار کنم؟ از اکای نجیب میپرسم. سلامت باشن. هر وقتی که پرسم نمیگوید. خب میلش تو رو من نبود رو قبول کردم. برای کار با تو. همک این اسب میمورد. گوش کنم نکنم فرق ندارد. این آدم نابینا است. دادا التماس اسبم نمورد. دخترم نگاه کن، بایطور خیلی کسل است میگوید. چیکار کنم؟ نشد دیگرش رو میگیریم. این اسب یگان درد ندارد. شما خوراکش رو عوض کردید. من گوش کنم. چگونه خوراک؟ اسب میمورد. گوش کن پسرم. از سن سال تو دیده من اسب بسیار دیدم. حیوانی کسل را از بویش و آوازش میشناسم. این اسب یگان درد ندارد. ببخشید چخیل گویم نمیدانم. با این اسب دین بیگاهی نافهمیده خوراک شب مانده داده بود. چی؟ همینم کار شد و نترسید. به شمشک چیزی نشده است.
توپگو از رویش میخیزد. تشکری زیاد آقای یعقوب. شما نمیشدید به این عالمان نابرآمد باور میکردیم. آقای یعقوب، هنوز در اینجا هستید؟ همین اسب من شاه مردان رو میدیدید؟ شاه مردان؟ بله شاه مردان. اسب آقای اینجا علی. نجیب تو هستی؟ خودش. وای چند سال شد آوازت رو نشنیدم. چقدر هستی؟ شکر خدا و سلامتی داغوییم. تنها نآمده ایم، کودکایم در اینجایم. کودک ها؟ این الپرین، ماشالله. این هم نوربانو. ماشالله. این همسرم خانم هنر. خوش آمدید، صفا آوردید. سلامت باشید محترم. بیاید از این طرف گذارید. بیاید. گیر دخترکم طبقرها با آن وای دخترکی با عقلی من کلان شده است. به مادرش کمک میکند. اویسته در بر. مرحمت سموسه پنیری و شربت. نوشی جون. سلام کیروز. اپای هنر نیستند؟ چی شد رانو اینقدر بر وقت آمدی؟ امشب برنامه یکمی موسم نو را آغاز میکنم. نخود اولی جناب، موضوع یکمی برنامه چیست؟ فعالیت تشکیلات های غیر رسمی در دانشگاه ها. درباره آن که چطور جوانان را فریفته به دام خود میافکنند امشب سری آنها را فاش میکنم. البته رانو جان این کار رو کن. در روزنامه خوندم کودکان رو فریفته تروریست میکردند. میکنن. نگاه کنی پسری من اولش به ناموس ها فریب کرده دلش را یافتند. پسرم از دست رفت. دخترم تو را خدا فرستاد. به خدا از سحر باز از این پلیس خانه به اون پلیس خانه دویده گشتم. 10 روز باز نیست. نه به خانه می آید نه به دانشگاه. در کجا می خواند؟ من هیچ کس ندارم دخترم. تو یک خبرنگاری کلان هستی. قربانت شوم به من یاری کن. خدایا چیکار کنیم؟ از همه دوره خوب زندگیمون در اون پاروی حیوانات باز در دانشگاه میخونیم. اگر این تقدیر باشد وای بر حالمون. بابا جان کارهای گفتگیتون رو اجرا کردم. اگر دیگر کار نباشد به درس روم. ایستاولی به درس میروی. نگاه کن به کلبه ما کی آمده است. کی بابا جان؟ نجیبی که دربارش نقل میکردم. این نبیرم یوسف دانشجوی فکلته حقوق. خیلی شدم. سلامت باش. نجیب پسرم تو چی کاره ای؟ پلیس هستم پدر. سردار امنیت. بابا جان داروهایتون رو آوردم. گرفتم بچه جان. داروها رو میخورید همین طور نه؟ دکتر تاکید کرده بود حرارت دارد لیکن پروان ندارد. جدی نگاه کردن در کار اکای نجیب. مایلش من به دانشگاه. یعنی در فکلته حقوق میخوانی؟ هم کس بوده؟ وظیفه همون رعایت قانون. میدونی از تو پروکورور خوب میبراید. دولت به تو بر این جوانان احتیاج داره. دیر میمونم. با من اجازت؟ باز انتظارم بیایید. البته. با اسب سوار شدن خواهی اکا یوسفه در همینجا فهمیدی؟ بیا ما هم گذاریم. من هیچ کس ندارم دخترم. تو یک خبرنگاری کلان هستی. همه تو را میشناسن. در تلویزیون کار میکنی. به من یاری کن دخترم. قربانت شوم دخترم. یگون کار کرده میتوانی رانو؟ البته میتوانم. خدا تو را به من فرستاد. هزارها بار شکر. اپای خدیجه شما رو امروز در برنامه مهمان میکنیم. چیکار میکنم؟ یعنی شما رو در تلویزیون نشان میدهیم. شنیدی دخترم؟ رانو اپا جانم. دخترم من در تلویزیون چیکار میکنم؟ چی واقعی که به سرتان آمده است نقل میکنید. مسئولان رو برای اجرای کارشان تاکید میکنید. آخر شما بر این حکم نیستند. مادران مثل من جبر دیده بسیارند.
شما دهان و گوش جبردیدگان میشوید، آواز آنها میشوید. راضی هستید؟ البته میتوانم، چرا نگویم؟ انا این کار هم حل شد. رفتیم به استودیو. حاضر میرویم؟ بله البته حاضر میرویم. رانا عکست رو در این دیوار آویزان میکنم. اگر پرسن میگویم که این خبرنگاری مشهور دوگانه هم است. تو نغمه کردن گیر چون که قرضدار هستی. من یک سمبوسه و یک نوشابه گرفتم. خدیجه اپا بگذار دفعه اول از حساب ما چرا نمیگیری؟ گیر دخترم. میشود نوشی جان. دفعه آینده میگیرم. تشکر. خدا از همه اتون راضی باشد. با شما براری کار. رفتیم. برنامه شب ساعتی 9 باز فراموش نمیکنم. خیر بازدید. خیر. بیا کارمون رو دوام دیم دخترم. نجیب احتیاط باش. با خدا داده مثل اصل زاده های تاریخ بوده است. دادا التماس من رو هم سوار کنه. نجیب با دقت باش، ما رو خواطر نکن. نترس خردکک بود وقتی که به اسب سوار شد. در بالای اسب کلان شده است. با اسب می رفت. چند ساعت بیدرنگ می شد. مثل که حاضر دیگر شده است امکی یعقوب. حالا هم بیدرک می شود. همه در فکر می مونیم. بابا جان ممکن شب دیر آیم. پس از درس کمی کار دارم. مایلش پسرم. خدا توفیق دهد. های نجیب اوچه اپا هم به فکر فرو رفت. باز نگوتد. تو چی میشی؟ آلپرین تو بیا یک در زده برایم. سوار میشوم. نجیب کودک رو احتیاط کن. مالی اول میشیند. نگاه کن. زنه غم نخور هیچ چیز نمیشود. نجیب مالا خوب است سیبسم. مالش کنی؟ احتیاط کن. مایلا چوچه. خوب خیر تا بازدید. رفتیم خوب خدا چه خیر. باز در امتحان 100 امتیاز گرفتی. حلالت باد. تشکر. خیر تو دیدن باش. ها غفصک رو ندیدی؟ در بوفه مثل هر وقت خورده ایستاده است. تشکر. خب خیر من. چه خیلی غفصک؟ کمتر خور میکفی. نگاه کن عروست اینجاست. مکتوب رو میدهی؟ میدهم. هرچی بود بود. این خیلی زندگی کردن نمیشود. هر وقتی که چشمم رو میپوشم او رو میبینم. خواب روم او رو فکر میکنم. بیدار شوم او رو فکر میکنم. دیگر چاره ندارم. تی او چشاو پرد جانت رو میگیرد مگه؟ میبینی راضی شد. های استا جوان اینجا کوچه نیست. چیزی که خواهی آویزان کردن گیری. اینجا دانشگاه. فکر و رفتار آزاد است. برای تو رفتار و فکری آزاد است.
اما اینجا جای کاری من است. اگر یک چیز آویزان کردن خواهی رفته امضای رکتور را گیر. مرا از نانا محروم نکن. ما برای تو بر این آدم ها کار نکنیم. تو رفته با فاشیستو همکاری کن. بیشکی ها شالود. اکا فکری تو به دلبر است، اما اولش باشد در فکری تو است. تز تز آمده یوسفی من، چابوکی من، ماهیری من میگوید. من اولش رو حاضر؟ من رفته مکتوب رو دهم؟ تز تز من همراهتم. یوسف برادر، تو هم اشراف شدن میخوایی؟ در این دختر چی دیدی؟ نمیفهمم. تو یک مهنتکش عادی در راغل کار میکنی. آنها مثل شلوک خون نمکن. اولاش باز سر نکن التماس. مان این کارها را برادر با گروه ما داخل شو. ما یک طبقه ایم. صفی ما زیاد شود. بسیار گپ نزن. دردی من دیگر است برادر. دادا جان آفرین آفرین اولی جان. التماس با دقت باش. التماس بیا فروید اکنون. ایز جانور خوراک نو. بیا پسرم بیا. بیا پسرم. یوسف تو را خوب نگاه میکرده است. بچه خوب بر این است. درسایش هم خوب بوده گست انشالله. درسایش خوب و زمانی وزنیم. جوان است. احوالمان معلوم. و دل آرزوها دارم. دستی نارسا دارم. ما هم نمیدونیم. فردا پس فردا کودک ها کلان میشوند. چیکار میکنیم نمیدونیم. پدر یعقوب یوسف یگان مشکلات ندارد؟ دارد. با من نمیگوید. با رفیقانش گپ میزد میشنیدم. یک دختر رو نزد دیده است. او بای دختر بوده است. مثل فیلم بگو. دختر بای بچه کم بغل. از کم بغلیش ناراحت است. او هم حق است. محیط اطراف چنین است. از دستی من چی میآید؟ من برای چی هستم پدر یعقوب؟ من هم پشتبانی او میشوم. همینطور نه؟ فکر نکن. کم کم به دانشگاه رفته از احوالش پرسان میشوم. خدا از تو راضی شود. خیلی خوب میشد پسرم. بیا رفتیم. رفتیم بچه ها میرویم اکنون. رفتیم. بیا. حیران نشو. ببین عشق افلاطونیت اومد. این با من چی سلام دلبر. دارد؟ موضوعهای درس رو یادداشت کردی؟ کردی با من ده. چیکار کردی؟ نه با من ده آخه. چیکار میکنی؟ با من ده. ای بس با من ده. وای برای دختری هستم زیبا با دلبر نوشته شده است. ته این مکتوب رو گفتم. چرا عجله میکنی؟ یک جایه میخونیم. مردم ما قصه لیلی و مجنون را دوست میدارن. دلبر چند وقت باز میخوام با تو حقیقت رو گویم. من تو را دوست میدارم. چی کار کنم؟ اینا بینا به ناموس بوده ای. حالا با تو جدا شوید. سکای برجوه لعنتی ها. یک طرف ایستید. یوسف بیا با تو گفتم برادر. من با تو نگفتم مگر. اینها انسان نیستن. ایستو. عشق و محبت رو اینها نمیدانن. اینها فاشیست هستن. دادا با من هم دیه؟ ما گیر پسرم. یک تا باز یک تا انا یا ای وای آخرین کسومت را در راندی. اکنون از دستانت میبوسم خانم هنر. شب میدوزم فکر نکن. بابای سعید چند سال شد در اینجایت؟ در اینجا تولد شده کلان شدم. وقتی که میده بودید اینجا چه خیلی بود؟ چه خیلی که میگویند نقل کرده نمی شود. زندگی کردن در کار.
مثل مثل بود. البته تا سوختن اینجا خیلی سوخت. سوزاندند. شیطان ها دیدن نتوانستند. بخیلی کردند. سوزاندن. در اینجا کلام وجدان خوب میشود. کی سوزان؟ اینش راست پدرت پرس. فاروق حسن دوست نزدیکم بود. پسر مدیر فرما بود. برادر جانی بودیم. من چنین فکر داشتم. مگر من نمیخواستم که در چنین جایها خانه داشته باشم یا اینکه زندگی بکنم. انسان ها به داده شکر نمی کنند. چشمشان سیر نمی شود. هرچی بیشتر می خواهند هم خودشان را هم اطراف را می سوزند. این حسودان تا نسوزند راحت نمی شوند. حاضر در کجا است ویودم؟ این جای را علا میزنم گفته خودشان در آتش سوخت. بعد از سوختار را پیدا نکردم. خیریت که کور شدم این احوال را دیده نمی توانستم. نجیب بگو شو دیر می شود. با ما اجازت پدر یعقوب. باز می آییم. اختیارتون. همیشه انتظاریم. رفتیم بچه ها. رفتیم بچه ها. رفتیم. یوسف این را گیر. تو فرزنده مهنتکش هستی فهمیدی؟ با اینو تو چیکار داری؟ اینا همه‌شون غیر از پولهای پدرشون رو نشان دادن دیگر هیچ چیز نمیدونن. وای دختر مگر به تو نگاه میکند؟ چرا نگاه نکند؟ اینها تنها به طبقه خودشون رفته و دارن. باوری دارن که قوه در پول است. اگر وای دختر رو اصول کردن خواهی باید با خود باشی. اینقدر غیر نکن سرم گیج کردی. تو لگد رو خورده همیخی نشینی. لگد زده قانون رو من نشون میدیم. تو غمش رو نخور فهمیدی؟ چی کار میکنی ها؟ تو یک لگد میزنی و دو دندانش رو میشکنی. بعد بازارها برد میکنن. مثل تو بر این آدم‌ها رو زیر کردن رو دوام میدیهن. با اینها تو لگد یک لوم نزنی نمیشود. تو چی ها میگی؟ در همه دانشگاه شرمنده شدم. تو باشه انقلاب میگی. خوب نیست. من تو رو وزیر همه دانشگاه ها میکنم. گوش کن. تو رو امشب در مرکزی صنعت انتظار میشم. فهمیدی؟ عمیق بیا. برای تو کارهای خوب زیاد است. شب انتظارم. این رو گیر. شب انتظارم. فهمیدی؟ قصد این لگد رو یک و یک از همتون میگیرم. پسرانی طبقه بالا. برنامه رانو کی سر می شود؟ برنامه مستقیم است نه؟ بله بله با فکرم ساعت 9 سر می شود گفته بود. یگید کجاست؟ چند مدت است نمی نموید؟ یک چند روز اجازت گرفت. با کوه با شکار رفت. نجیب
ба мо ҳам як таътил лозим аст. ана апай раъно. аммо сар шуд, ҷим шавед. барномаи аввалини мавсими навро оғоз мекунем. чӣ тавре ки медонед, масъалаи ҷавонон дар кишвари мо мавзӯи муҳим аст. мутаассифона ҷавонони бекору нодону содадил ҳадафи баъзе ташкилотҳои ғайриқонунӣ ва ашхоси сияҳдил мегарданд. имшаб дар барнома дар бораи яке аз ҷавононе ки ба доми чунин ташкилотҳои ғайриқонунӣ афтодааст нақл мекунем. дар ин ҷо модари ин ҷавон ҳузур доранд. марҳамат, хушомадед ба барномаи мо. бубин чӣ хел мӯяш зебо шудааст. бале, либосашам хеле зебо. апаи раъно ин қадар зебо шудааст. бас дар ин ҷо модари дилсӯз аст. шумо либосу мӯй мегӯед. ай бас. рост мегӯяд кӯдак. раъно барномаи реклама мекунад магар? майлаш намемонед ки гап занем. хомӯш шудем. хоҳиш мекунам ки ба мо дар бораи чӣ тавр ба доми ин ташкилот аммо ки наҷиб сара он дастгирӣ намекунед. бо дастгир кардан тамом намешавад. кадомашро дастгир кунем духтарам? дар ҷоядист. дастатро бардор. исто ака, туфангатро гир. ман маҳмуди чӯпон. гӯсфандам гум шудааст. ӯро мекобам. я худоё, аз куҷо медонам? ногаҳон пайдо шудӣ. дамгир, чой дорам, менӯшӣ? майлаш ба худо. дар хунукии шаб устухонҳоям гарм мешавад. марҳамат, чой. чӣ шуд ака? дар ин ҷои беодам чӣ мекобӣ? мо ҳам мисли гӯсфанди ту аз раҳмат ҷудо шудем. кӯ бинем аҳволамон чӣ мешуда бошад. аммо ака, мегӯянд аз раҳмат ҷудо шудӣ гург мехӯрад. мо худамон гург ҳастем, шербача. касе ки моро намешиносад хуб, касе ки шиносад пушаймон мешавад. ба худо ту ягон дард дорӣ. сабр кун. писаратонро чӣ тавр гум кардед? духтарам, онҳо шайтонанд. ҳазорҳо баҳона карда писарамро аз роҳ заданд. мо фақир ҳастем. пул доданд ба ӯ. онҳо дар рӯи деворҳо ҳарчӣ менависанд. онҳо корашонро медонанд, акаи наҷиб. ҷавононро фиреб медиҳанд. гунаҳгор падару модарашон аст. танҳо ба дарс равон кардан кор тамом намешавад. ин бечора занак чӣ кор кунад ҳозир? охир зӯри вай ба чӣ мерасад? ман умуман мегӯям, кӯдаконе ки бемеҳр калон мешаванд, ишқашонро дар дигар ҷойҳо мекобанд. боз чӣ бошад? ин акси ман аст. акси пештарам. ман аксҳои нав гирифтам, ба шумо нишон медиҳам. майлаш. о, музаффар, дар куҷо ҳастӣ? ака, чӣ хеле ки медонед навбадор ҳастам. бубахшед, шуморо нороҳат кардам. астағфирулло, марҳамат. бо шумо фавран вохӯрданам лозим. чӣ шуд? ягон кори бад нашудааст? вақте ки шумо омадед, бад гап мезанам. майлаш, набошад ҳозир меоям. занак, ман либосҳоямро иваз карда ба назди музаффар меравам. кани амакадро як буса кун. апа, музаффарин кист? як ятимбача аст. наҷиб фариштаи некукор ку бачаро гирифта полис кард. акнун сардор наҷиб мегӯяд танҳо.
چی شد پسرم؟ در این به وقت کجا می روی؟ کارا چی؟ با تو چی؟ در اینجا در درون پاروها ایستاده بیزار شدم. در دانشگاه حتی از بوی به من هیچ کس نزدیک نمی شود. بس اکنون می روم. پسرم این خیل نگو. ما کار بیشرمی نمی کنیم. لقمه همون حلال است. بعضی ها همین را هم ندارند. اشکم همون سیر است. عادت کرده چکر گفتن رو. گویا که این گپ شکمتون رو سیر میکنید. چی کاری که میخواهید کردن گرید. من رفتم. کمی به این تشکیلات روم بینیم که لگت انقلاب رو چخیل میزنند. سلام علیکم برای کار. نجیب و علیکم بستم. بخیر الله. مرحمت این طرف بذاریم. چی گپ کنی نقل کن. اینجا است؟ چی در دارید؟ کو بگو؟ امشب دیر شد. فردا هست. مرحمت نوش جان شود. چی شد؟ سلام علیکم. کی رو میکوبه برادر؟ اولاش گفتن یک برادر رو میکوبم. در مولا است. انتظار شب جیغ میزنم. دیدید آزگوری گفته اتون ترسی ناومد. دیگر کس را یافته نمیتوانی. در این به وقتی کرای آمامکه نشود تنها می روی. این کار شب انجام می یابد. حادثه را از نام تشکیلات من به عهده میگیرم. فهمیدی؟ اکنون در بالا بودگی ها به ما بهای اعلا میدهند. بیا. اولا شکه در پایان تو رو میپرسند. مایلش تو را حاضر میایم. مایل شکه. اکا با فکرم یوسف آمد. یوسفت کیست؟ برای کاری ما یک آدم برای کاری ما پیدا کردیم آدم را. دیوانه. دو بمب و پرتافته انقلاب بازی میکنه. بیعقل. اکا میدونی زنم نو کودک تولد کرد. خرج اجاره باز خرج کودک زم شد. خیلی قرضدار شدم. با این معاش در این زمان خیلی مشکل است. غم نخور، حال میکنیم. چقدر لازم است؟ اکا از نوباداری برآمده کودک رو با دکتر میبرم. ببخشید به خدا شرم میکنم. شما نمی بودید به این روزها نمی رسیدم. با یاردمتون آدم شدم، خانه‌دار شدم. مالش گذشته رفت. ببین یک پلیس مثل شیر شده. ما ناروزها را چقدر لازم است گپ زن. جون جان یوسف چقدر کاری خوب کردی که آمدی. من یه بار اومدم. کجا میرویم؟ بیا با تو کارم است. کجا میرویم؟ گپ زن. راه گرد میفهمی رفته. اکا با کجا رفتنمون رو نگویی به من جواب. چقدر آدمی سرجاغ بوده ای؟ امروز نفرانی که تو رو لگت زدن ما هم آنها رو لگت میزنیم. یک لگتی فراموش نشونده. چیکار میکنیم؟ من چیکار کردنم رو میگویم. با ما هستی یا نه کنی بگو. ها آره همین خیر. اکنون با ما هم بیا. اکا اگر با شما لازم باشد من از دیگر جا میابم. هیچ خیلی گپ مظفر. در زندگی غیر از دوستان دیگر هیچ کس نیست. در روزهای سختی یکدیگر را اگر دستگیری نکنیم کی میکنیم؟ با ما خیلی آموختن. اکا شما به همتایید.
ана лагадро ба ҳамин ҷо мепартоем. ба куҷо? ана ба ҳамин полисҳо. фаҳмидам, лекин дар он ҷо полисҳо дар ин ҷо чӣ кор мекунем? лагати инқилобро мепартоем. барои муборизаамон аз ин хоинҳо саволу ҷавоб мекунем. чӣ хел инқилоб? чӣ хел мубориза? моро мекушанд. охир ниҳоят чӣ гуноҳ дорам? чӣ кор кунам? бояд полис намешудам. дар ҷое ки бомба мепартоям наистанд. тақдир ҳамин аст. ту каме дар ин ҷо исто, ман аз вай банкомат пул гирифта меоям. ака аз шумо миннат дорам. шуд нигоҳ кун, як тош хиста меравад. бахташ баландӣ кард. ягон беақлӣ накарда биё аз ин ҷо равем. ту ҳам мисли ман танҳоӣ магар? зану фарзанд надорӣ? ҳанӯз насиб нашудааст. аммо як дӯст дорам ки ҳамдами ман аст. ҳамин тавр? ки аст вай? ана ҳамин ака. дар дунё ягона чизе ки дорам ана ҳамин. набошад навоз ки ба ҷароҳатамон дармон шавад. чӣ кор мекунем? ба ман мегӯй ё не? гуфта будам ку бисёр гап назан, маҳшар мекунем, ҳамаро хунолуд мекунем. ақлатро хӯрдим агар? кадом хун? ин одами бечора чӣ гуноҳ дорад? шояд соҳиби зану фарзанд асту, мефаҳмӣ? набошад метарсӣ? барои шаҳиди инқилоб шудан мардум амал мекунад. бубахш, лекин ман дар ин кор ҳамроҳ нестам. акнун хеле дер шуд. ба ман ёрӣ дод мегӯям. аз ҳодиса хабардор буд мегӯям. ба чӣ бало ту маро гирифтор карданӣ? гир инро ба сарат пӯш. ин аз куҷо баромад? террорист ҳастем мо. хеле бисёр гап задӣ. инро пӯш. хурдсандӣ сар мешавад. инҳо кӣ бошанд? музаффар, эҳтиёт кун! оинакаи наҷиб аст. сарди дастамро! нарда фашистҳо! зиндабод муборизаи инқилобӣ! зиндабод муборизаи инқилобӣ! гурехтем! зуд мегурезем! зуд! حامیان فیلم